توجه کنید به یک خبر فوری که همکنون از پابجی موبایل به دست ما رسیده. شکایات پلیرهای افغان از مود جدید پابجی موبایل. با گفته اینا اپدیت 3.4 پابجی موبایل داخل مود خیلی جاهای کمپری داره. جزئیات بیشتر را از همکارم جواد غیاثی میشنویم که فعلا داخل مود هستند. آقا جواد صدا ما دارین؟ بله صدای تنها دارم. آقا جواد داخل مود فعلا چه خبره؟ تشکر بسیار زیاد امیر جان. قسمی که شما میبینین دوستای عزیز، ما فعلا در ساحه مود هستیم، از مود کمی دورتر آمدیم چون که اجازه نداشتیم داخل مود بریم. قسمی که میبینین سر صدای فایرینگ است و همه پلیرها با هم جنگ هستند و داخل رفتن یعنی خطر مرگ به جان خریدن. دیگه من از اینجا کوشش میکنم جزئیات بیشتری که درباره خبر دارم به شما ارائه کنم. قسمی که شما میبینین پلیرهای افغان در این روزا خیلی از مود جدید 3.4 پابجی موبایل شکایت دارن و شکایتشون بیشتر از این است که خط طیاره از جای مود خیلی دور می باشه و ما نمیتونیم به راحتی خود اونجا برسانیم. اما وقتی که میرسیم پلیرهای افغان و بالخصوص پلیرهای ترکی کمپ میکنن به خاطر که مود جدید پابجی موبایل زیاد جایای کمپری داره و اونا خود مخفی میکنن. پیش از اینکه اینا اسلحه بگیرن یا وقت اسلحه میگیرن پلیرهای افغان زیاترشون پلیرهای رش هستن، میخوان روی به روی یا فیس تو فیس جنگ کنن، ولی ترکا کمپینگ میکنن و اینا رو نکاوت میکنن. این شکایت ها خیلی زیاد شده. در قسمی که شما فعلا میبینین بچه‌ها در مود جنگ هستن اما زیادشان از این مود شکایت دارن. دیگه نظر شما در این باره چی است و درباره این مود چی نظر دارین؟ در بخش کامنت حتما نوشته کنین و برای جزئیات این خبر حتما ما را فالو داشته باشین. خداحافظ.